سلام میکنم به همه اونایی که دستی بر آتش موشکافی دارن و خلاصه هوای بنده موشکافو دارن. آقا بازم جمعه شد و جمعه بازار ولایت راه افتاد. این بار ماموت حمامه‌داری به نام مویدی کرمانی رو آوردن تا بناله و زار بزنه و مثل باقی مهره‌های حکومتی شروع کنه به اعتراف‌های آنچنانی. نکته دوم، در این جریان کشورهای به ظاهر اسلامی هم که حمایت از عربستان می کنند اونها هم رسوا شدند. سوم، مجامع جهانی هم رسوا شد. مجامع جهانی که دم از حقوق بشر و دموکراسی میزنند، این آمریکا که اینجور سنگ حمایت از حق انسانی و حقوق بشر رو به سینه میزنه، اینها هم رسوا شدن. اینا همون گروه منافق هستند که در عمل دشمن انسانیتند و در ادعا خود رو حامی میدانند. حالا چرا گریه میکنی؟ مگه نمیگی زمین و زمان رسوا شدن؟ پس این آه و نالهات واسه چیه؟ نمیگی اینجوری بسیجی ها چپ میکنن؟ نمیگی قات میزنن؟ نمیگی درب و داغون میشن؟ لااقل یه دوتا جمله هم از وضعیت نظام بگو ببینیم وسط این همه رسوایی چه میکنه؟ چهارم، چهره اسلام واقعی هم در جریان یمن و امثال یمن روشن شد. این چهره به دست ایرانیان، ایران اسلامی ظاهر شد. اون مدعیان اسلام دروغین، مدعیان دروغین اسلامی آدم میکشن و ایران اسلامی در فکر رسوندن دارو و غذا به اون مظلومین است. وای قربون عمه جانت بری با این همه عطوفتت. همه دنبال کشتارن، بعد علیگدا دنبال داروه. لابد قاسم سلیمانی هم میخواد تو سوریه و عراق داروخونه بزنه ها. آخه حجت الاسلام فسیل کیو میخوای رنگ کنی؟ نکته پنجم، مردم عربستان هم باید در این زمینه امتحان خودشونو بدن. زمین زمان و دوخ به هم، فقط مردم عربستان مونده بودن که به اونا هم سوال امتحانی داد. تو به جای اون یارو خرچنگ نظام اومده بودی که وضعیت رو بالانس کنی، اما با این اعترافاتت بساط ولایتم به هم زدی رفت. حالا بذار بریم ببینیم خرچنگ ولایت چی تو چنته داره. من اجازه بدید یکم ریزش کنم، بیام تو جامعه ما اختلاف سلیقه بین اصولگرا و اصلاح طلب به نظر میرسه که یک اختلاف سلیقه طبیعی است. زمان امامم بوده، الانم هست، بعد از اینم خواهد بود. اما اون چه انتظار میرود این است که این هر دو گروه شیب حرکتشون رو به سمت مشترکات قرار بدند. خواهیم دید بسیاری از تخریب‌ها و بسیاری از رفتارهای نادرست نخواهد بود. کدوم مشترکات؟ شیب حرکت جفتشون به سمت دره سرنگونیه. دارن خخره هم دیگر رو میجوهن، بعد تو اسمشو گذاشتی اختلاف سلیقه طبیعی. راستی که عجب چهره ای از نظام ولایت ارائه دادی. این بود اون چهره ای که مویدی کرمانی گفت به دست نظام ظاهر شد. هممون تو این کشتی که نشستیم مراقب باشیم این کشتی سوراخ نشه. این کشتی سوراخ بشه دیگه اصلاح طلب و اصولگرا نمیشناسه. گفت تر و خشکش همه با هم بسوزد. ما که معتقدیم به حمدالله این کشتی محکمه، تا انقلاب حضرت مهدی این کشتی محکم خواهد ماند. اما ما هم وظیفه داریم.
وظیفه ما این است که از این فضای اختلاف سلیقه به نفع نظام بهره بگیریم. دوره کره گرفتن از آب تموم شده حاجی خورخور. مارمولک بازی دیگه مشتری نداره. کشتی نظامتون سوراخ که چه عرض کنم تیکه تیکه شده. حالا دیگه تر و خشکتون با هم باید بسوزید. بی خود به دلت صابون نزن. وعده سرخرمنم به بسیجی ها نده. جای این روزها آب پاکی رو بریز رو دستشون و بگو خلاص، یعنی فینیش، یعنی گیم اوور، یعنی هری. بحثای داغ و شفاف با آقای موشکار، با آقای موشکار.